امیلی برای خرید رفته بود بیرون که یه دفعه موبایل و کیف پولش دزدیده شد. اون کاملا دست و پاشو گم کرد. چند لحظه بعد یه ایده‌ای به سرش زد. رفت سراغ یکی از نگهبانا و موبایلشو قرض گرفت. بعد همچین پیامی برای گوشی خودش فرستاد: من تازه رسیدم فروشگاه ولی پیدات نکردم. یه کار فوری پیش اومد و مجبور شدم برم. اون $10,000 که خواسته بودی و گذاشتم توی کمد 14. رمز هم 8845. دزد که فکر میکرد گنج پیدا کرده رفت سراغ کمد، اما مستقیم وارد تله شد. نگهبان اونجا منتظرش بود. چند دقیقه بعد امیلی دوباره موبایل و کیف پولش رو به دست آورد. داستان اینجا تموم نمیشه. در دانشگاه امیلی یه عده از دوستاش عادت داشتن پشت سر بقیه حرف بزنن. یه روز امیلی شنید که دارن درباره خودش حرف میزنن. اون با آرامش تمام چیزایی که شنیده بود رو حفظ کرد. بعد اون حرفا رو فرستاد تو گروه واتساپشون و گفت: یه نفر اینا رو بهم گفته. خواستم همه در جریان باشیم. همه مضطرب شدن. اونایی که غیبت کرده بودن شروع کردن به شک کردن به هم دیگه. حتی چند نفرشون هم دست پاچه اومدن پیش امیلی و پرسیدن چه کسی اونا رو بهش گفته. امیلی جوابشون رو نداد. در نهایت اعتماد بین اون اکیپ غیبت کننده از بین رفت و حلقه دوستیشون فرو پاشید. بعضی وقتا بهترین استراتژی مقابله مستقیم نیست. فقط باید